سلام بچه ها، مخلصم، چاکرم، خوش اومدیم به چنل خودتون بچه ها، مخلصم بچه های خفن مفن چنل و تاجیکستان. توی این قسمت بچه ها یک چجوری بهتون بگم، یه ریاکشن داریم به شادی مردم تاجیکستان و دوشنبه در قلب و وسط تاجیکستان و دوشنبه. مردم شادی میکنن و عشق میکنن و اینها در کوچه پس کوچه ها خیابونای تاجیکستان رفتن و تولید محتوا و ویدیو گرفتن. خیلی قشنگ و خیلی جذابه، بیشتر آشنا میشیم و ریاکشن من به شهر دوشنبه رو میبینید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره حتما و زنگوله هم بزنید که هر وقت برنامه جایی گذاشتم واسهتون یه نوتی بیاد که با خبر بشید. چاکرم، برید ببینید. 1 2 3 لیتس گو. عاشق این قسمت میشید بچه ها. خب بریم و ببینیم که چطوری است. چه آب و هوایی، چه رنگی. دوشنبه پایتخت تاجیکستان شهری است که در دل آسیای مرکزی قرار دارد. دوشنبه در طول تاریخ شاهد تحولات بزرگی بوده که از یک روز چه جالب، از این اتوبوس‌های برقی داره توی دوشنبه. خیلی جالبه، تو ایران نیستش از این مدل برقیایی که چیز هستش. یک کوچک در قرن 19 به یک شهر مدرن و پیشرفته در قرن 21 تبدیل شده است. در این ویدیو می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به این شهر زیبا و دوست داشتنی. ما سفر خود را از خیابان‌های شلوغ دوشنبه آغاز می‌کنیم. آفرین. اوه چه خوشگله. واو 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 واو، بی‌نظیره. پایتختی که به سرعت در حال رشد است. این شهر یکی از خوش آب و هواترین شهرهای آسیای مرکزی است که در آن پارک‌های سبز، فضاهای باز و گسترده و دریاچه‌های زیبا وجود دارد. به به. اگر به نوروز به این شهر سفر کنید، لذت سفر شما 2 چندان می شود. واو 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 واو، چه کیف میده توی نوروز که همین چند وقتی هستش بری دوشنبه اینجوری تو خیابون گردی، یه دفعه همچین رقص و آوازی ببینی، چه کیفی میده. نوروز در تاجیکستان یکی از مهمترین و پرشکوهترین جشن‌های ملی است که از قدیمی‌ترین مراسم‌های فرهنگی و سنتی مردم این سرزمین به شمار می‌رود. آفرین. در هر دانشگاه و هر مکان فرهنگی این جشن به گونه‌ای خاص تجلیل می‌شود. به به. چه دفی هم دارن. به 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 به. در ایام نوروز جشن‌های متعددی در این شهر برگزار می شود که یکی از آنها جشن آش و پلو است. در این جشنواره آشپزهای ماهر از تمام ناحیه‌ها هنر آشپزی خود را به نمایش می‌گذارند. چه جالب. برنج داره این آش؟ چرا بس بگن آش؟ یا چیه؟ تخم مرغه؟ آش پلو ترکیبی از برنج، سبزیجات و غالباً گوشت است. چه گوشتایی؟ این غذا در فرهنگ تاجیک ها جایگاه ویژه‌ای دارد. شبیه قابلی پلوه. این غذا در جشن‌ها و جشنواره‌ها غذای اصلی است. به 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 به. اگر بخواهیم یک نکته در مورد فرهنگ تاجیک ها بگوییم، آن مهمان نوازی است. در هر کجا مردم با روی باز و گشاده از شما استقبال می کنند. آش و پلو در مناطق مختلف با توجه به ذوق و علاقه مردم محلی با هم متفاوت است. برخی پلوها نامهای محلی دارند، مانند پلو خوجند، پلو سمرقند، پلو پنجکنت و خیلی نامهای دیگر.
آشپلو یکی از معروفترین غذاهای آسیای مرکزی است که خیلی در شبیه بیشتر قابلی رستوران‌ها پلوی می‌توانید پیدا کنید. تخم مرغ آبپز چرا روش گذاشتن؟ یه حیف اون غذا نیست که با بوی تخم مرغ آبپز بگیره. اینجا خیابان اصلی شهر دوشنبه است که به نام پدر ادبیات و شعر فارسی نامگذاری شده است. خیابان رودکی یکی از زیباترین خیابان‌های این شهر است. سایه این درختان بر روی خیابان شگفت انگیز است، به خصوص در یک روز آفتابی که واقعاً به آن نیاز دارید. این خیابان خانه بسیاری از ساختمان‌های دولتی، پارک‌ها، دانشگاه‌ها و رستوران‌ها است. یکی از بهشت. واقعاً بچه‌ها شما تو این آب و هوا زندگی دارید می‌کنید، خوش به حالتون به خدا. بچه‌ها اینجا میگید عکس بگیرید توی اینستاگرام من واسم بفرستید. سال 2008 به عنوان پارک لنین مشهور بود و تندیسی از لنین یه سری ویدیوها و چیزهای جالبی که در مورد تاجیکستان و فرهنگ تاجیکی هستش توی اینستاگرام من که لینکشو گذاشتم توی دیسکریپشن، حتما واسم بفرستید. بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی در آن قرار داشت، اما بعدها این بوستان به پارک رودکی تغییر نام یافت و مجسمه باشکوهی از رودکی در آن قرار گرفت. امروز این پارک با سرسبزی‌های فراوان به محلی محبوب برای خانواده‌ها و مردم تبدیل شده است.